تشکر آقای هاشمی که وقت دادین تا بعضی مسائلی که در رابطه با استفاده از سیستم بایومتریک است مطرح کنیم. یک پرسش این مطرح میشه که دی مدت کمی که کمیسیون تصمیم گرفت تا سیستم بایومتریک استفاده کنه بنا به سفارش احزاب سیاسی و اینا. این در تمام مراکز رایدهی از این استفاده میشه یا است که بعض مراکز از این مستثنا شدن؟ دقیقاً که تکنولوژی بسیار بالا است و استفاده از این در روند انتخابات در همه محلات که در حدود 5000 مرکز داریم، 5074 مرکز داریم و این در حدود 20034 محل خواهد شد. این در همه محلات استفاده میشه و استفاده از این را کمیسیون مستقل انتخابات تصمیمی که گرفته حتمی ساخته. یعنی هر ورق رایدهی بدون استیکر، چون این خود ماشین بایومتریک 4 استفاده است میشه، تصویر شخص گرفته میشه و اثر 2 انگشت شهادتش گرفته میشه و عکس تذکیرش و عکس استیکری که در عقب تذکیرش است، این 4 تا گرفته میشه. بعد از او یک پرینت میبره آرکیو یا استیکر که او در عقب ورق رایدهی شخص پهلوی متوپا چسبانده میشه که ما ایران فیصله کردیم که هر ورقی که او نمو آرکیو نداشته باشه و او آرکیو بدون از اینکه شخص بایومتریک شوه او پرینت نمیشه، بدون از او ورق نزد ما باطل است. طبعا نحوه استفاده از این سیستم باز انتقادهای وجود داره که کمیسیون تصمیم گرفته که ایره به شکل آفلاین استفاده کنه و تعداد از احزاب سیاسی و اینا نگرانیشانی است که ممکن این زمینه تقلب مهیا بسازه، چون اگر آنلاین باشه دوجه تقلب امکان محدود میشه و همه معلومات به مرکز انتقال میشه. اما در صورت آفلاین اگر استفاده شود میشه که تقلب در این صورت بگیره. در زمینه به این نگرانی ها چی پاسخ میده؟ محمد صاحب بسیار خوب سوال اشاره کردین. یکی که نسبت محدودیت که ما داشتیم در موجودیت اینترنت به 21000 در حدود 21000 محل این ممکن نبود و اگر دو شیوه استفاده میشد آفلاین و آنلاین یک مسئله حقوقی دیگر به ما میاد که درد سر اینا خواهنتی بودن که تمام سیستم باید آنلاین استفاده شود. ممکن نبود، یعنی ممکن نبود. کاش که میشد که آنلاین و این کار کمیسیون بسیار ساده میساخت. ولی به خاطر اطمینان شما باید بگیم که وقت اگر یک کسی میره در 2-3 محل میتونه که برای جعل بکنه و رنگم پاک بکنه و تذکیره خودم دیگه جور کنم، یعنی کلی راه را پاس کنه و بازم بتونه به غیر قانونی یک جای رای بده، امی که می دیوایس یا امی بایومتریک به سرور میاد، سرور اتومات میکشه اون مشابه را تکراری را کلش هم میکشه. طبعا که اونا مطابق قانون و مطابق فیصله کمیسیون مستقل انتخابات این تکراری همیشه هست میشه. هاشمی صاحب، در پهلوی از که نگرانی امنیتی جدی وجود داره در رابطه با حمله مخالفین به مراکز یا به محلات رایدهی، این نگرانی هم از طرف نهادهای امنیتی بار بار ابراز شده که تعداد از حلقاتی هستند که میخوان پروسه را سابوتاژ کنند. ممکن دی ناظرین کسانی باشند که در یک محل تشنج برپا کنند یا پروسه را سابوتاژ کنند به خاطر کنترل همچون شرایط آمادگی دارید؟ این مسائل همش با نیروهای امنیتی با محیط ارشدی امور وزارت امور داخله شریک ساخته شده و از پیشان خواسته شده که به این مسائل جدی متوجه باشه. ادارات کشفی ما، استخبارات ما همش در این روز مصروف فعالیت خواهند بودند و وزارت داخله مستقیم در رأس این نمی‌ها هستند که به ما اطمینان داده که جلوگیری هم نوع اغتشاش و سبکتاش کردن این پروسه را به هر قیمت به هر قوت کشور می‌خواهد. تدابیر امنیتی که از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده و گفته میشد که حدود 60000 نیرو به پروسه انتخابات اختصاص داده شده تا امنیت از را برقرار کنه. کمیسیون مستقل انتخابات از این تدابیر امنیتی فعلا راضی است؟ چیزی که اتخاذ شده؟ آمادگی که نیروهای امنیتی ما به خاطر این انتخابات از ماها به این طرف در دسترس خود داره و پلان کردن و عملا دست به کار شدند و پروسه انتقال موافقانه انجام دادن. پروسه ثبت نام که 3 ماه در بر گرفت و موافقانه انجامید با وصفی که تهدید شده بود که مختل بسازن، ولی خوشبختانه که این پروسه با پایان رسید. پروسه انتقالاتش تا 90%
میان تکمیل شده و تا 98%ش شام روز جمعه هم تکمیل میشه و 2%ش هم روز انتخابات پیش از اینکه انتخابات شروع شود ساعت 7 صبح همه به مراکز مواد خواهند رسید. با توجه به این آمادگی که ما دیدیم عملا و اطمینانی که با ما داده شده که یک امنیتی مطمئن خواهد توانستن که تامین بکنه در مراکز ما امیدواریم که حادثه بدی رخ ندهد. نیروی امنیتی تا بالا نتونستند که مثلا اگر به ولایت غزنی بیایم این بار دوم است که مردم غزنی از انتخابات محروم میشوند. در دفعه اول تقریبا نصف مردم و حال تقریبا تمام ولایت از پروسه رایدهی محروم شدند. آیا نگرانی های وجود داره که به روز انتخابات تعداد مراکز بیشتر بسته بمانه به خاطر تهدیدات امنیتی؟ ما در شروع 7355 مرکز به کل افغانستان پیش بینی کرده بودیم و تثبیت کرده بودیم که این مراکز ولی 945 مرکز در ابتدا نیروهای امنیتی ما او را در جاهای سقوط نشان داد که از پروگرام ما حذف شد. متباقی پسان باز ولایت غزنی هم که 17 ولسوالی بود و تعداد زیادی از مراکز ما باز هم حذف شد ولی 5100 مرکز ماند که چند مرکزش هم کمیسیون مستقل انتخابات حذف کرد به خاطر که فیصله کمیسیونی بود که اگر 50 نفر کمتر در مرکز ثبت نام کرده باشه او باید مدغم شود چون انتقالاتش، موادش، مامورینش یعنی بنیه مالیش بسیار زیاد بلند میرفت. از او خاطر حالا فعلا 5074 مرکز ما فعلا داریم که نیروهای امنیتی ما تقریبا دیروز در جلسه امنیتی که دادش میره تایید کردن و امنیت ازیرت و انتقال مواد ازیرت با ما اطمینان دادن. ما امیدوار هستیم که دیگه تهدیدات در این مراکز نباشه ولی بازم افغانستان از تهدیدات است، جنگ است، 40 سال شد و انتخابات متاسفانه در شرایط جنگی برگزار میشه. شاید حوادث خردریزی در جای باشه ولی امیدوار هستم اما اطمینانی که به ما داده شده به او عمل شود و متعهدی که به ما داده شده به او عمل شود واقعی بدی رخ ندهد.